پشتی چند گفان و داخویانیان دنافبرا ولایتین یکگرتین امریکی بسروکاتیا دونالد ترامپ و حسن روحانی سروک کمارا ایرانی سیاسیین کرد او یک شروع کرن که او گفن ترامپ لسر ایرانه و برسوین روحانی که گفان لامریکا دکه دسپیکا چریسکا ایریشکا امریکی لسر ایرانیه. و او یکات پشتی کوشر امریکا لسر رژیم عراقی بره بسروکاتیا صدام حسین یک کوچکین هری گران لجم هبون و او یک بوجه مطرسیکا مازن لجم امریکا وجبر ویکه رژیم صدام روخاندن. سیاستمدارین کرد سیناریو خویا نوده دانه خویا کرن که او گفن امریکا لسر رژیم صدام دهات نکرن نها لسر رژیم ایرانی جی تین کرن و او یک دکوهوار پرسیاری ده اگر هیا امریکا ایریشکا تند لسر ایرانی بکن. رومانویسین کرد بالکشاندن سر روجاوای کردستانی جی گوچه و ایرانی جی رژیم اسد خواست روجاوای کردستانی رادستی پیده یا سر بپکه و بکن و نیرین خواه درباری چارانویس روجالاتی کردستانی جی دانزانین. لالی روجاوای کردستان روشنبیرین کرد سیناریوی روجاوای کردستان شروع کردن که رژیم اسد دورین کردی رادستی پککی کردن دا کو چالاکین رژیم لدوری روجاوای کردستان بجه بکن بکو هبونا رژیم لدوری ور دیار کردن. هر وها کردین روجاوای کردستان جشورش سوری دور بخن و یک رزی مالا کردی روخینن و کو دور خصنا پارتین کردی جکاروانی سیاسی و رواندن و ترور کردن سرکردین پارتین کردی لدوری و کوچبر کردن به هزاران جی خلک روجاوای کردستان لدروی ولات. لالیک دن لگوری سیاست مدارن کرد که ولایتین یکگرتی دخوازه شورشکی ده ایران ده درست بکه و او یکتی و کوراگ هندنا سروک امریکا بریدمکی که امریکا پشتوانی خو پیشندرین ایرانی ین لدجی رژیم رادبن دکه. پشتی لوتکه هلسنکی دنافبرا سروک امریکا و روسیه ده روشنبیرن کردان خویا کرن که اگر های امریکا جر روسی خواسته که او دخوازه لی ایرانی بخه و جر روسی خواسته که دست خواج ایرانی وکشینه. و او یک که رژیم ایران جدف کریانین خواهین اوتونومی نگره. روشنبیرین کرد بالکشاندن سر اگر ابکار آنین رژیم روحانی جارک دنج پککیره اگر سیناریوی شورش ایرانی هات پک آنین و دورین کردیل ایرانی رادستی پککی وره کرن. دا که دشر دا برژیم روحانی را علی کار بن. و او یک جبر که پککی داخواز آوان نکارکی نتویه لیتنه او علی کاری رژیم دکتاتور بکه برانبری هند داخوازین وان.